آقای من تکلیف من با شما روشن کنم. از این خانمی خوشتون میاد و میرین جلو، صدام ثانیه به شما گفت نه؟ یعنی آره، دست بهم فرصت بده و تلاش کن. شاید آره بود جواب. چرا نوراساینس میگه این تو بیشتر تلاش کنه دختره یه بازی روانی نیست که صرفا پسر رو دنبال خودش بکشونه. البته آخر ویدیو میگم کی میتونه بازی روانی باشه. این مغز ماست که برای یه تصمیم گیری درست بعد اطلاعات از نواحی مختلف حسی جمع شه بره به سمت پیشانی که توی این مسیر از جای مختلفی رد میشه که یکیشون آمیگداله. اینجاست که علاقه اولیه و غریزی قبل از تصمیم گیری عقلانی شکل میگیره و جالبش اینه که اینجا محل پردازش ترس و خطر هم هست. و دقیقاً به خاطر آمیگداله که دخترها مثل پسرها پیش کراششون استراب میگیرن و حتی میترسن. اما وظیفه آمیگدال هر شخص اینه که اول از خودش محافظت بکنه و اگه یه جایی احساس امنیت کرد بره دنبال عشق و رابطه. پس به خاطر آمیگداله که پیشانی این دختر حتی فرصت نمیکنه که عقلانی فکر بکنه و سریع میگه نه که بتونه خطر رو کاهش بده. این تو بیشتر تلاش کن وقتی میتونه بازی روانی باشه که تو خود رابطه هم ادامه پیدا بکنه و به اندازه طرف مقابل تلاش نکنه که این برای پسر میتونه خیلی خسته کننده باشه. حالا چه پسر چه دختر چیکار کنیم رابطه خوبی داشته باشیم توی کپشن بهتون گفتم.